عالی متعالی. من اومدم پارک ولی هوا خیلی گرمتر از چیزیه که فکر میکردم. برمیگردم احتمالاً چون که نمیشه با اینقدر آفتاب موند. همه جا پر از آفتابه. اینجا رو ببینید پر از آفتاب. این تیکه فقط سایه است نشستم. خامگور بسته یه پرنده اونجاست. بافتنی من شروع کردم و بافتنی من شروع کردم. کم شما رو بذاریم اینجا. از کارامو انجام دادم. الان که دارم برمیگردم خونه خیلی هم گرسنمه. خوابم میاد، دلم میخواد بخوابم، خوابم نبردم، خواستم بخوابم. از یه طرفم گشنمه، یعنی هرچی میخورم باز گشنم. الان میبخوردم گشنم. امروز اولین بار دارم با این دوربین ولاگ میگیرم. یه مشکل خیلی بزرگ که باهاش دارم اینه که وقتی که اینجوری مثل الان سلفی میگیرم، در کلا هر وقت دارم ویدیو میگیرم، یعنی فقط سلفی هم نه، خودمو نمیتونم ببینم. هم نمیدونم دقیقا کجای کادرم، حتی الانم نمیدونم کجای کادرم. کاملا دارم شانسی و ذهنی این کار رو انجام میدم. سولفژ رو کم تمرین کردم. پس این تلم تازه بافتم امروز. 10:22. سلام، صبحتون بخیر.
من دیشب شارژ موبایلم، شارژ دوربینم تموم شد، برای همین دیگه خوابیدم، کار خاصی نکردم. صورتمو شستم اینا و خوابیدم. الانم ساعت 8 بیدار شدم، یه ویدیویی داشتم اونو ادیت کردم. الان ساعت 10 شده فکر کنم، یه لحظه. الان ساعت 10:11. یه سری کارا دارم امروز ولی نمیدونم اول کدومو انجام بدم. کاش اینوری ویدیو گرفته بودم، نور اینور فکر کنم. چون که از صبح تا الان عینکمو پیدا نمی‌کنم. من یه مقدار استراحت کردم، غذا اینا خوردم، ولی اتاقم از چیزی که فکر می‌کردم خیلی بیشتر کار داره.